سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری، باز من اسماعیل هستم، مزاحم شدم. چیز است، برنامه ولایت، شبکه ولایت یکی از مراجع چیز اهل سنت دعوت میکردن راجع به این اهل سنت که وهابی میگن کلا. درست. بعد اونا رو آورده بودن، روز گذاشته بودن تو استیدیشون جلوشون، از اونا سوالای میکنن که مثلا این وهابی ها میان این کارو میکنن، اون کارو میکنن، مراسم حج این کارو میکنن، فلان اینطوری میکنن. بعد اون میومد حرفا اینا رو تایید میکرد راجع مثلا به چیز اهل بیت یا ائمه اینا، مثلا میومد طرف اهل تشیع رو میگیره. بعد از کلا چیزشون هم در میوردن که نمیدونم ماموتسا بود اسمش چی بود، از کردستان از اونجا میوردن. من گفتم اونا چجوری است، یعنی خود ساخته خودشان است یا عقلشان شستشو دادن، چجوری؟ شما بیشتر در جریان هستین، میدونین که اینا از کجا میان، چجوری؟ باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. در این مورد بیشتر، چون من خودش خیلی حسودی میامد چرا مثلا اینا چجوری شده که منم تو شبکه اهل تشیع نشستم، طرف اهل تشیع رو میگم، اهل سنت مثلا میان مثلا براش توهین میکنن یا رد میکنن. درست. من اون روز میخواستم زنگ بزنم به برنامهشون بگم شما در مورد چیزایی که مهم حساسی است از این آقا سوال بکنید. بگم مثلا در مورد خلیفه شدن حضرت علی یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، در مورد این جای مهم سوال بکنید. یا مثلا چرا من میگفتم سوال بشینم از اون ماموتسا سوال کنم، بگم آقا اینایی که تو اومدی تو استودیوشان داری براشون طرفشان میگیری، از اینا سوال کن، بگو شما چرا به زن پیامبر خدا به ام المؤمنین اینا توهین میکنن، چرا اینا رو نمیگی که آقا چرا شما اختلاف بین اهل سنت اهل تشیع همینجاست که اینا کسایی که به گفته فرموده خود امروز کسایی که به دین اسلام خدمت کردن اینا میرن اونا رو همیشه مثلا توهین تحقیر میکنن، چرا اینا رو نمیگه که بگن آقا شما مشکلتان اینجا هست. درست. این مورد بیشتر برای ما معلومات بدیم ممنون میشم. تشکر. چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. خدا نگهدار. زنده باشید. پرچمت بالا باشه همیشه تو دنیا. خدا زنده باشید. خدا نگهدارتون. ما 3 نوع داریم از اینایی که میبرن در شبکه هاشون. 3 نوع. اول اون عده از علمایی هستن که زندانی هستن. زندانی است در زندان بزرگی به اسم ایران. حالا از بلوچستان است، از جنوب است، از شرق است، از غرب است، به این کار نداریم. زندانی است، مجبور است. زندانی رو میارن جلوی تلویزیون، میگن که شما این چیزی که بهتون دیکته شده اینو بگو، اگر نگفتی مدرسه‌تو میبندیم، زندانت میکنیم، میکشیمت. 1001 تهدیداتی که کردن و علمایی که تسلیم نشدن رو کشتن، توهین کردن، زندان کردن. مولانا نظر محمد دیدگاه رو چرا زندان کردن؟ چرا شکنجه کردن؟ شکنجه هایی که شاید یعنی نشه ذکرش کرد در این برنامه، در تلویزیون، در جلوی شما بینندگان عزیز. به خاطر چی؟ به خاطری که در مجلس شورای اسلامی از صحابه دفاع کرده بود، به خاطری که از حقوق اهل سنت دفاع کرده بود. مولانا توحیدی رو چرا کشتن؟ شیخ ضیایی رو چرا کشتن؟ دکتر احمد صیاد رو چرا کشتن؟ حجت الاسلام مرتضی راتمه رو چرا کشتن؟ مولانا نعمتی رو چرا کشتن؟ مولانا حیدری رو چرا کشتن؟ علمایی که تسلیم اینا نشدن به اشکال مختلف اونا رو کشتن. پس بعضی‌ها رو که میارن تو شبکه‌هاشون، تو صدا و سیما یا در شبکه‌های اطلاعاتی مثل قزوینی میارن، چون اینا که تو شبکه هستن اینا همه اطلاعات و سپاه و اینا هستن، اینا رو میارن. این یک نوع اعترافگیریه، بیچاره مجبوره اونجا هر چیزی که خواستن باید بگه. و کسایی که بخوان حرف حق رو بگن تهدید میشن، توهین میشن، اهانت میشن و همین شبکه ولایت توهینشون میکنه، تهدیدشون میکنه. ما اسنادی داریم که اینا تهدید کردن از علمای اهل سنت، از کسانی که به مجردی که با شبکه‌های اهل سنت تماس گرفتن اونها رو تهدید کردن، تهدید به قتل.
نوع دیگر کسانی هستند که شیعه شدن، یا شیعه سیاسی شدن به خاطر سیاست یا به خاطر مال پول بهشون دادن. ما در یک از برنامه گفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که یعنی هیزم دوزخ 3 طبقه از مردم هستن: علما، شهدا و کسانی که پولشون رو در راه خدا خرج میکنن. تعجب کنید سبحان الله، اینا که بهترین انسان ها هستن، کسی شهید بشه، کسی که عالم باشه، کسی که تاجری که پولداری که پولش رو در راه خدا خرج بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم توضیح میدن که اینها اون عالمی که به خاطر این کسب و طلب علم کرده که بهش بگن عالم، بهش بگن که فلانی این همه تزکیه داره، این همه مردم طرفدارش هستن، این همه علما به اصطلاح ایشون رو تایید کردن، همیشه این رو به رخ مردم بکشه. اینا هیزم دوزخ هستن. نمونه دوم کسانی که به خاطر اعلای کلمت الله شهید نشن، به خاطر وطن، به خاطر نمیدونم پول، به خاطر منصب، به خاطر شهرت. اینها مجاهدی که به این خاطر، به خاطر مسائل دنیوی شهید بشه، این هیزم جهنم خواهد بود. اما کسی که به خاطر اعلای کلمت الله شهید بشه، اون شهید واقعی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن که کسی برای عصبیت میجنگه، کسی برای میجنگه که بگم قهرمان، کدومش فی سبیل الله است؟ گفتن که من قاتل لتكون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که برای اعلای کلمت الله بجنگه، اون مجاهد واقعی است. پس این که در راه خدا خرج میکنه، شما آرزو دارید که 2 ریال 2 تومانی در دستتون باشه که در راه خدا خرج بکنید. پس چطور هیزم جهنم کسی است که در راه خدا خرج کرده؟ اون کسی که به خاطر ریا در راه خدا خرج کرد تا مردم بهش بگن که اوه این چقدر آدم خوبیه، در راه خدا داره خرج میکنه. اینها هیزم جهنم هستن. یک طبقه به خاطر پول دنیا، به خاطر منصب، به خاطر اینکه امام جمعه سنندج باقی بمونه، به خاطر اینکه نمیدونم فلان مدرسه‌شو از دستش نگیرن، تنازل داده از دین، از اعتقاد، از مذهب، از همه چیز. والله راضی نیست به اون حرفایی که جلو دوربین میگه، اما چون که پولشو که میبینه دیگه همه چیز فراموش میکنه، دین و مذهب و همه چیز. طبقه سومی که میارن که اینا خیلی پرطمطراق صحبت میکنن، اونایی که ببینید که خیلی گرم و آتشین گرفتن با اینها صحبت میکنن، اینایی است که به واضح بهتون بگم لختشون کردن، با یکی از فاحشه های صیغه‌ای خودشون ازش فیلم گرفتن. این فیلم هم دست اطلاعاته. جناب مولوی میری یا نه؟ یا فیلمو پخش بکنیم. جناب امام استا میری یا نه؟ بیچاره به خاطر آبرو و عزتش میره جلو دوربین، هر چی که بهش بگن میگه. و این روش اطلاعات ایران است که با مخالفینش کرده. ما برای این حرفامون سند داریم که در وقت مناسب پخش خواهیم کرد ان شاء الله. فیلم ازش گرفتن، طرف بیچاره یکی از دعوتگرا میگفت که منو بردن اطلاعات، یه لیوان چای جلوم گذاشتن، میگه که چای رو که خوردم یک مرتبه به هوش آمدن، دیدم تو زندانم، خلاصه تو گوشه انداختن منو. کی بوده، چند روز گذشته، چند ساعت گذشته، هیچی نمیدونم. بعد کمی که حالم به جا اومد، منو خواستن پیش اون افسر اطلاعات که میگی یا نه، اعتراف میکنی یا نه؟ گفتم که من چیزی ندارم که بگم. گفت سرباز پخش کن فیلمو. میگه فیلمو پخش کردن که توی هتل 5 ستاره با یک زن کاملا عریان ازم فیلم گرفتن. میگه من اصلا، ایشون میگه که اصلا از این چیزا خبر نداشته. چی بهش دادن توی یک لیوان چایی یا اون لیوان آبی که بهش دادن خدا میدونه. فیلم ازش گرفتن، گفتن که این فیلمو میبینی؟ ظرف 24 ساعت در همه دنیا پخشش میکنیم. خب طرف امام جمعه، طرف دعوتگر، معلم مدرسه دینی. میگه گفتم باشه، هر چی که بگید میگم، هر چی که خواستن گفتم. با اون جرمایی که نکرده بودم هم اعتراف کردم. این روش این سربازان بدنام امام زمان هست. عده اینطوری هستند. یه فیلمی دادن دست اطلاعات، یه نقطه ضعفی دارن، به خاطر همین نقطه ضعفشون مجبورن که هر کاری که اطلاعات ازشون بخواد انجام بدن.